سلام بر تمام شما هموطنان خوب و نازنینم. امیدوار هستم جور و صحتمند و سرحال باشین. باز هم من غزال نظری در خدمت شما خوبان قرار دارم. قسمی که میبینین او برنامه یعنی زیادتر کسا بود که از دان دروازه میاین، مثلا بازخانه میاین برنامه میگیرم. من اوتو نکردم، خوب ششتم، خدا راحت کردم، مثلا چای خوردم، جوس خوردم، خوب هر چیز شد قصه کردیم. بعد از این گفتیم بیا بسم الله کنیم برنامه شروع کنیم. خب حال خود بگوین که کی برنامه میگیری؟ آمدیم به تبریکی خانه ازلم جان و حامد جان. و ازلم جان از افغانستان آمده بود. برنامه رو خودین یک دو بار امرایشان مصاحبه کرده بودم، گپ زده بودم، مگم خانهشان نامده بودم و امروز خواستم که خانهشان خودم مهمان کنم. سلام ازلم جان و لاله حامد، خوب هستین؟ صحتتان خوب است؟ قربانت غزال جان عزیز، من به نوبه خود سلامای خود تقدیمتان میکنم. امید است هر کجا هستین جور صحت و سلامت باشین و خودت بسیار زیاد خوش آمد میگم. به خانه ما خوش آمدی. زنده باشی، سلامت باشی، خانه نوتان تبریک باشه. دوستای عزیز سلام، امیدوار هستم خوب باشین، صحت کامل داشته باشین. همچنان یک سلام خاص در روی ویدیو به غزال جان. علیکم السلام. پشت ویدیو خود ما سلام علیکی خدا داشتیم و خیلی خیلی خوش آمدی. خوش خانه خودتون است، اقسم گپا نیست که مثلا آدمای غریبه که دعوت میکنن. غریب همه ما غریب هستیم. ما با زیاد غریب هستم. نه در کشور خود که نیستیم غریب هستیم. ما با دوستای عزیز بسیار زیاد غریب هستم. اگر پیسه زیاد اضافه دارین خوی نه دیگه این وقتش است. پیسه اضافه دیگه هیچ کس نمیده. بانک هم که بریم ما پیسه اضافه ندارم و میمونه موضوع عزیز. موضوع اگه شما دارین ما میخریم، شما اگه دارین ما میگیریم. همین که میز نداریم. آی نمیگه با میخواستم که شاید یا بگوین به خاطر که خانه‌ش سامان یا دوزیام شدنی. بله متاسفانه. و ما موضوع اصلی که یکی ما شما را میمان نمیکنیم یا میمان نکردیم دلیلش بوده که غزال جان در پشاور و ما در اسلام آباد دیگه فاصله ما دور است. دو باره که غزال جان آمد و بر من زنگم زد، اما متاسفانه فکر میکنم دونم جنجالایی که در دوستا قصه کردیم دونم مصروف بودیم. خود ما به خانه را اعلام کرده بودیم، در خانه نبودیم. بازم خیلی خیلی خوش آمدین. زنده باشین لالا، من سلامت باشین و ازلم جان تو هم خسته نباشی. از راه چی میگه؟ از راه دور آمدین افغانستان، چکر زدین، چطور بود چکرها سفرها؟ والا غزال جان در کل خوب و بدی خود داشت. دیگه افغانستان وقتی که بودم خوب فامیلا و دوستا همشون بودن، اما کمبودی حامد جان احساس میشد که حامد جان نبود. یعنی فکر میکردم هیچ چیز نیست دیگه. خب بالاخره تمام شد و رام خیلی خسته ساخت منه. یعنی 4 روز مکمل من در آب بودم و بسیار زیاد خسته شدم. دیگه خدا شکر دوباره آمدیم اینجا و یگان جنجالکای دیگه رو بازم دیدیم. همین که آمدیم و جنجالای ما شروع شد. خب زندگی قسمی است که مثلا خوشی و غم است. مثلا اگر جنجال نباشه دیگه آدم زندگی رو نمیفهمه. اگر کل عمر خوش باشی دیگه فکر نکنم زندگی خوشایند باشه. خیر بعضی اوقات این مشکلات هم بیای خوب است، مگم خداوند از مشکلات بزرگ ما را نجات بده. واقعا دیگه به توکل به خدا ببینیم چی میشه. خب دیگه خیر مشکل نیست. اینقدرش که گذشت ایشون مگذره بخیر. دقیقاً همونطور است. خب لالا حامد، زندگی روزگار چطور میگذره در پاکستان فعلا؟ والا زندگی مسافری در کل دلتنگی های خود داره دیگه. اینا اگر من درباره‌اش فلسفه بگویم یا زیاد سخنرانی کنم یا صحبت بکنم با تعداد زیاد ما دوستان میگم حامد همیشه گله میکنم. گرچند مسافری خودش در کل از گلگی شروع میشه. ریشه از گلگی است از دیدگاه خودم دیگه. بازم ناشکری نمیکنیم، خدا را شکر سپری میشه. زندگی از دیگه من مطمئن هستم کسایی هستن که بدتر از زندگی ما زندگی سپری میکنن و دقیقای ساعت برشان بسیار سخت و بسیار مشکل تمام میشه که تا ای که بگذره. اما ای که شکر ما با هم هستیم، ازلم جان و دخترکم و ای که ساعت ما که دخترک ما تیر است دیگه نمیبره ما همه چیز است. دمی چند روز شاید شما خو حامد جان ازلم جان برنامه‌شان دیده باشین که مثلا از خانه‌شان یگان چیزی دوزی شده بود. واقعا جگرم خون شد دیگه. خواستم که یک بار بیایم از نزدیک امرایتان لوازم ها را خریده. خب خریده میارن لوازم دیگه. خیره چی میگن، دوست خوب در روز سخت به کار میایم باید باشه دیگه. از این برنامه که خلاص شدیم میریم مستقیم خرید.
نه جدی جدی برنامه خلاص است. برنامه خلاص دیگه نمیشناسم تو. و این چی هست ما دست ما دادیم؟ ما فکر میکنیم از چیزا که سامانه کارایشتون از چیز دست ما دادیم نه مجا که میمانن. نه مایک اینمی بس تو اصلا اگر نه در داخل تو یک رقم ما میبینیم قطعه یکای نسوار رو تو سرش باز این نسوار است میتونین استفاده کنین. متاسفانه ما هیچ عمل ندارم. کامرامین ما فکر کنم نسواری است میتونین در استفاده کنین از این. تو چطور فهمیدی؟ خواهد قوارش معلوم میکنم. خواهش میکنم گپا نده. تو مثلا یگان دفعه که می عمل داشته باشه کسی استفاده نکنه تو سر صدا غال مقال میکنه. حالا خو یک کلمه گپا بزده. میگه برنامه شروع میکنی یا ما برم. نه جدی؟ نبود اینجا خودت نیوزلم جانم ترس. دبای نو کسی که عاجز است کم گپ میزنه و نمو است. هیچ گپ نمیزنه. مگه من خواستم حامد جان کورا سرگپ بیارم بازم هیچ تاثیر نکرد سرش. نه در ثبت برنامه باشه خیلی چم نمیگم. بجای از با دخترک ما میگه سکه؟ صداش میاد. من در برنامه قبلی وزلم جان گفتم از این یک دانه به مام پیدا کن. از چی؟ از گازه؟ نه از نونوگک. بر شیخ گرفته میگه از برام پیدا کو یا دختر تا بته برو خودت یک دیگه بیار یا به میره بته یا برو برام پیدا. به میره گفتم نمیگیرم به خاطر که خود زیاد زحمت کشیدی. یک سایت از خیر میتونی از دانلود کنی. تو بس استغفرالله دوستای عزیز من تفلکار زیاد خوش دارم. وزلم جانم گفت میگه بخیر خودت تعارضی کو ان شاء الله مثلا عظیمی پیدا میکنی. گفتم نیو قسمی را نمیخوای. تو به من پیدا کنی اما تو تیار بده. تیار بده. او نمیگه خب وقتی خوره که بسایت شود پیدا کنم بازات من بر توی یک دانه نی 3-4 دانه بس بر 3-4 دانه نه 3-4 دانه کار زیاد است. یک دانه مثل قندولک مقبول برم. خب سایز خیلی باشم سایت میوه بخورین خواهش میگم میوه بخورین. چیزی که امکان نداره باز گپ به میوه رسید. خب فکر کنم حامد جان خود کدام سریال هم جور میکنی؟ یعنی که فکر میکنی مطمئن نیستی؟ فکر میکنم مطمئن هستم. فکر بازم دیگه مثلا تو زیاد فکر میکنم دربارش که واقعیت داره یا نه. بله بدون شک ما یک سریال ساختیم بخیر به زودی افتتاحش است ریلیز میشه ان شاء الله. شاید افتتاحش حتما هستی ان شاء الله بخیر. و وعده از این داده میتونم که یک کار خیلی خوب انتظارش بکشین که یک کار خیلی خوب در راه است. اما این به خاطر از این نمیگم که کار خود مسیگه بزنم. این به این خاطر میگم که واقعا خیلی زحمت کشیدیم کار کردیم و اما قدر که میفهمیم و اما قدر به کار انداختیم. اما این طرفش میمونه به دست دوستا که چقدر حمایت میکنن میبینن خوششان میان قصه تمثیل تصویر ادیت صدا دیگه. خب یک انسانی که مثلا در این کار تجربه داشته باشه مسلکش باشه من مطمئن هستم که فوق العاده است. گرچه ما سریال تا ندیدیم دربارش یادآوری کردیم. من هنوز ندیدیم. نه بده کارهای ادیتش شروع کرده یگان سنا که ادعای ادیت کردن میبینیم باز خوبش ثبت کرده در کل ولی به من نشان نمیده اصلا. میگه وقتی که جور شد باز میتونی ببینی. خب همین قسم خوب است. خود دربارش که ما تا جای شنیدیم واقعا دوستای عزیز من هم منتظرش هستم که بخیر سریال شروع شه بی‌صبرانه که ببینم که حامد جانشان سریال چه قسم ثبت کرده و قصه داستان از چی قرار است. دیگه این یک بیننده منتظر است که بخیر سریال ریلیز شه و ببینم. بخیر شاید هر سریال من خودم زیاد منتظر باشم بخاطر که من فکر کو که از شروع داستان بود که من اینجا نبودم دیگه از هیچ خبر ندارم. از فکر کنم در افغانستان بودم من میگفتم بر من یگان سنیش روان کنم ببین میگان عکس روان بودم سنای شوتینگ هیچ بر من روان نمیکرد اصلا بر من روان نمیکرد. خب میخواست که تو سورپرایز بسازه. همونطور که کل دوستان منتظر هستن میخوایم یک بار متعجب شون و هم تو زلمجار هم میخوایم متعجب شون. میگه وقتی که جور شد منظم شد که او را اپلود کردم باز میتونید که ببینید مثل که دیگران منتظر است خودتون باید نه ما منتظر هستم از وقتی که فهمیدیم دوستای عزیز که حامد جانشان سریال جور کرده دیگه اما تو منتظر هستم که چه وقت ریلیز میشه که ما ببینم. بخیر میشه ان شاء الله. هم میگن که هر سریال یا هر فیلم از خود یک داستان داره. داستان مهم است نه؟ بله. اما از ما باوری نمیکنی که داستان درباره چی است. اما از ما باز 5 تا داستان داره. 5 تا داستان در یک سریال. در یک سریال. چند قسمت از باز؟ شاید که بیشتر از 100 قسمت.
بیشتر یعنی تقریبا 1 سال دیگه دوام داره که نشر شود؟ نشراتش نه دیگه، یک شب در میان اول نشرات میشه، باز انشالله بعدنش تصمیم میگیریم از اینکه مردم چقدر حمایت میکنن، مردم چقدر میخواه که باز هر شب بسازیمش. خب به نظر خودتان چقدر مردم یعنی خوش خواد کردن، حمایت خواد کردن، چند فیصد مردم؟ والا هر کارگردان یا یک نویسنده که شروع میکنه به نوشتن یک داستان سریال یا یک فیلم، به امید اینمی نوشته میکنه که مردم حمایتش بکنه، خوش بکنه. اما بعد از او باز کارگردان است، کرکترها است، ادیتور است و غیره و غیره. میمونه کار آخریش که رب میگیره قسمی که پیشتر یادآور شدم و بیننده ها. بدون شک اگر این داستان خوبیش نمی بود، من سر از اینقدر مصرف نمیکردم، اینقدر زحمت نمیکشیدم، اینقدر وقت خدا به خاطر از ضایع نمیساختم. بدون شک خوبیش است و افتخار میکنم که امروز تو یک کار خیلی خوب کردیم که بخیر برای مردمم باز مطمئن هستم خوششان میاد. اما بازم میگم رب میگیره به دوستا، شاید خوش نبه بگه نه خوشم باشه. خب من برای چیزا واقعا دوستای عزیز که ما وقت در میدیا کار کردیم هیچ وقت قسم کتره و مثلا متپرزه که میگن نه کنایه و اینی گپارم هیچ عادت نبودم، مگم دمی چند ماه آخر که میبینم بسیار چیزا را دیدم شنیدم که مثلا پشتو چرا فعالیت میکنی، چرا خدا بین پشتو زبان ها زدی، گرچه تو تاجیک هستی چرا لهجه پیدا کردی. خب باز بسیار گپ هست که نمیشه گفتم، مگم از این خاطر ما باز وقت میگم خوب که بود اما دور بودم بهتر بود، خوب بود. مگم بازم میگم نه غزال باید قوی باشه، یعنی می گپارم باید تحمل کنه، تحمل داشته باشه. خب حتما اول در بین فامیل پشتو زبان چی پشتو صحبت میکنن دیگه، با او خاطر برش خودت پشتو آسانتر است نسبت به دری. خب قدر نیام جان در خانم دری صحبت میکنیم، خود زیادتر فعالیت های ما در پشتو است مثلا. چون مادر جان پشتو زبان است. بله پشتو زبان شیرین است، متاسفانه ای که من یاد ندارم دیگه. هیچ یاد نداری؟ فقط کم میفهم کنم نفر مقابل چی میگه. خب یگان مثلا جنگ یا که میشه دیگه میتونی جواب دادن؟ نه نمیتونم. نمیتونی؟ خیر ما یادت میاد. چی گفت نمیادم، یکی دیدم صدا چی گفت بگو تو. باز وقتی که ترجمه کرد که دیدم که دو زدم میگم این حالا بگی. این حالا بگی. خب حامد جان ایره بود که مثلا در افغانستان زندگی چطور بود، اینجا چطور است؟ والا بدون شک غزل جان در افغانستان وطن خود ماست، کشور خود ماست، زادگاه ما و شماست و عالی است دیگه. هیچ جای وطن آدم نمیشه. هر گوشه و کنار دنیا که بری و اعضایی که مسافر هستن رفتن اونا خوب صحیح این موضوع رو درک کرده میتونن. کسایی که داخل افغانستان هستن اونا نمیتونن دیگه درک کرده، خسته شده از افغانستان، یک تعدادش البته بخصوص جوانا عادت از که شاید کار نیست و یا هر دلیلی که پیش خود داره. اما یک زمان بود که بعض از دوستا و رفیقایم میگفت چی وقت باشه که خارج برم آهنگ چیز گریه کنم، مسافری دلگیری است. یعنی پیش خارج نرفته و میخوای آهنگ یعنی ای که میگه خودشان نه هدفش و هم کنایه بود اما قصه نبود که هر کی خودش میخواه میره باز اونجا و آهنگ میمونه گریه میکنه. بدون شک که هر کاره ولو که هر کاری که باشه از مجبوری است. حتی همین شخصی که بر ما ضرر رسانده مطمئن است مجبور است، مجبوری که چیزی در دست از بیای کار کرده کار غلط است. این را باید درک کنیم. خب یعنی شما راه غلط انتخاب کرده. مثلا اون نفر یعنی شما درک میکنین که یعنی او را از اشتباهن. خب اگر درک نمیکنیم امروز نمیشیشته حداقل خود نامش میگیریم در بین خود ما هست. یعنی نفر تو میشناسی؟ بله چطور نمیشناسم؟ مگم نامش بازم نمیگی؟ نامش نمیگیرم، خودش میفهمه که حال ما فهمیدیم که او را میشناسم. اما ای که نامش نمیگیرم از این خاطر است که نمیخوایم بدنام شوه، نمیخوایم که به خاطر این موضوع میخوایم یک چانس دیگه خودم بتم قرآن بتم که دیگه این موضوع بگذر. یک قدم نه که هر دوست رفیقت که پلان میگیری ضرور نیست که یک چهار پا دیدی که او پیسه داشت از تو کده تو سر از او پلان بگی نه کار خوب نیست. اونم پیسه‌ش گرفتی امور میگیری یک مریضی فامیلت میزنی با یک مشکل دیگه میزنی، او پیسه خو حلال نشد دیگه از او که گرفتی. یا مثلا نمی دوز که آمد و چیزای وسایل خانه ما را دوزی کرد، از ما وقت ما خراب، تایم ما خراب پیش میره دیگه. اون کسایی هستن که تایم دیده استفاده میکنه
و اونم کسی هم که دوزی کرده از مجبوری دوزی کرده، مثلا همو باشه پولدار والا سرمایه‌دار. حامد یعنی قدر شما با درک هستین که مدوزم هیچ چیز نمیگم. خب نه اول من دلیلش براتون میگم، مثلا پولدار سرمایه‌دار باشه نه چرا دوزی کنه؟ چرا اصلا نام دوز بالای خود بانه؟ درست است او نام دوز نمیخواد سر خود بانه، میگه که برو ما دوزی کردم فلانی چی میفهمه که ما دوزی کردم، به این خاطر دلش جمع است نام دوزی را سر خود نمیونه، اما پیش وجدان خود پیش خدای خود خب میفهمه که دوز مو است نه دوزی کردنه. پس او پیش خود دلایلی داره که مجبوری. اما یک گپ است که من تشویق نمیکنم اون کسا را، کار غلط است. جوابگو پیش خداوند می باشی، امروز یا فردا جوابگو می باشی. او انتخابت به دست خودت است که کار خوب انتخاب میکنی کار غلطه، اما این را میفهم که از مجبوری کار میکنی. واقعا دیگه در این وقت زمان انسانای با درک بسیار کم پیدا میشه. مگم لالا حامد واقعا ماشاءالله خواهش میکنم. احساستان و درکتان قابل قدر است. قربانتان زنده و سلامت باشه. لالا حامد بیا یک پرسان کنم، بیا از ازلم جان نیست در بین خود هستی، غیر از ازلم جان در زندگی عاشق شدی؟ عاشق شدیم؟ والا سوال خیلی سختی است. عاشق شده ای دل غمهایت مبارک باد. نه غمهای مبارک باد. حالا ما زیاد عاشق شدیم خیلی زیاد. نه یکی که مثلا نه یک تا خو نمیشه تا آخر عمر دم دلت باشه که مثلا کت اسلام جان مارسی کردی هنوزم یگان یاد و خاطرات سابقه در فکرت میاد. مهم برای ما فعلا ای است، که ما عاشق خانم هستم و عاشق دخترم هستم. خب بدون شک است. یعنی قبلا که مثلا نازلم جان قبلا 4-5 بار عاشق شدیم و بیشتر حتی، اما هدفم در سریال ها فیلم هاست. در فیلم سعی کنی یک دفعه عاشق هستم، در سریال سعی کنی عاشق هستم. سریال که پیشری من اینا رو میبینی عاشق هستم. والا خیلی دیگه استاد خود خوب دیر است لالا حامد. خب صحیح. خب ازلم جان نیست اگه می بود از اردوشان پرسان میکردم، مگم آیلین است نامش فکر کنم نام مخترکتان نام از نامم تو خب ماندگیست نامش مانده. خب اینا میشه توت پرت خلاص. خب رفت همراه ازو دیگه گریان میکرد. کی زیاد جنگ میکنه در بینتان؟ خودت زیاد جنگ میکنی یا ازلم جان؟ یعنی که کی زود عصبانی میشه؟ عصبانی جنگ مثلا یک گپ میباشه جنگ میخیزه. عصبانی خب من زود میشم. خب در هر جای در هر و همیشه عصبانی شدیم و نقص کردیم. نقص کردی؟ یعنی خوب نیست به نظر؟ نه دیگه خوب میبود دیگه. اول گپ چی بود؟ ما همیشه در هر جای بوده زود تصمیم گرفتیم و بسیار زود عصبانی شدیم و اونمو باعث شده که ضررم بکنم. لالا حامد روز چند فیصد دروغ میگه؟ یعنی سوال از دوستاست. والا چیزی که خیلی در زندگی من مهم است اینمی است که نهایتاً کوشش میکنم که دروغ نگویم. و به خاطر ازی که من ضرورت نمیدونم، این ضرورت ندارم که دروغ بگویم. به کی دروغ بگویم؟ مثلا چرا دروغ بگویم؟ چی را دروغ بگویم؟ و ایتو نمیگم که ایتو نیست که ما هیچ دروغ نگفتیم. شاید گفته باشم بعضی جای مجبور شده باشم، از مجبوری دروغ گفته باشم، شاید باز هم بعدا هم شاید بعضی جای مجبور شم که یگان چیز دروغ بگویم. اما من قسم یک فکر میکنم که اگر قرار باشه من یک دروغ بگویم مجبور هستم به خاطر پنهان او یک دروغ من 100 دروغ دیگه بگویم. پس چی شد؟ من یک دروغوی دیگه مکمل چی میگن 100% دروغگوی شدم دیگه که به خاطر پنهان کردن یک دروغ من 99 دروغ دیگه گفتم. من کوشش میکنم که اونم یک دروغ نگم که تا مجبور به 99 دروغ دیگه نشم. دقیقاً همونطور است. خب ازلم جان اگر امرای شما دو گزینه است، شهرت یا پول، کدامش انتخاب میکنه؟ خب طبعا پول از من باید پرسان میکنه. خب طبعا پول، وقتی که پول باشه شهرت خودش میاد. پول انتخاب میکنه. بسیار خوب. بعضی اوقات شده که حامد جان لط کرده باشی؟ لط کردیم؟ ما چه مالا؟ خیر مشکل نیست در بین شوهر لط و گپا خورد میشه. جارو چبلی گپا نه هیچ؟ نه دیگه بیخی به نظرتان بد نیست؟ شرم نیست که بخیزه مرا بزنه؟ خب هست بعضی خانوما میباشه عصبانی شه هیچ نمیفهمه بار میکنه این فرق نکنه. اینا یک گپ از غزل جان، روند زندگی هر کس فرق میکنه. هر کس. ما نمیگم اونا کار خوب میکنن یا کار بد، اما در روند زندگی ما او گپا نیست. ما نهایتاً کوشش میکنیم که
اصلا جنجال و کشوگیر نباشه. شخصا خودم قدر خسته شدم از دعوا و جنجال، قدر خسته شدم که به نهایت قرار باشه که خانم یک چیز همین لب لونج خود کشال کنه و ما خوشایند نیست. همه چیز بدم میبینیم نکنه که حوصله‌اش هیچ نیست، هیچ نکنه باید. اونم با بخاطر بدلیل نه، حتما خود یک دلیل می داشته باشه. خب بعضی اوقات انسان می باشه که بعضی چیزا بیخی از برداشت مبرایه. از اونم خاطر چون ما افغانا که هستیم همیشه مثلا درد دیدیم، غم دیدیم، مهاجرت طرف مثلا پلیس و خانه و بیجایی بسیار مشکلات دیگه است. ما و شما وقتی دولاک یا در برنامه زایی میشیم بسیار به خوبی به خوشی، مگم از زندگی واقعی انسان هیچ کس خبر نمی باشه که از زندگی از او چی تیر میشه، چی دردی داره، او درک هیچ کس نمیکنه. همیشه ما به خوبی به خوشی ظاهر شدیم، مردم ما را در موچری خندان دیدم. اما ترسنی؟ بله دقیقاً هم تو. اگه پس اسلام جان تلخترین یا هم زشترین حرفی که از آمد شنیدین چی بوده؟ والا متاسفانه وقتی که من عصبانی میشم گپای میزنم که حتی بعداً خودم از گفتنش میشرمم. به این خاطر اسلام ازش خواهش میکنم که نگویه. خانم ماشاءالله خودتان جوابش میتونم بگیرن. خب من پیشتر براتون گفتم ما وقتی که زود عصبانی میشم و نمیفهمم که چی میگم چی نمیگم و در مقابل ما کی است کی نیست، و حتی اگر قرار باشه که مرد باشه، اگر قرار باشه که به حد من عصبانی بسازه که من برداشت کنم نتونم، شاید اولین وار از طرف ما باشه که در اول خب من واقعا خیلی کوشش میکنم نهایتاً که همین نشه میگم نشه، اما میبینم که دیگه بیخی از برداشت بالا میشه، باز اونم یک کار متاسفانه میشه. اسلام جان خود در حقیقت در زندگی ریال اما تو چوب آرام هستی یا نه فقط در برنامه اما تو چوب هستی؟ چرا دیگه سوال اگه کنیم این خودش دم گوگل هم سرچ کردم. والا نیو قدر آرام نیو قدر تیز یعنی برابر است. برابر. بعضی اوقات قارم میکنی وقتی عصبانی میشی چی میکنی که دوباره خود راحت میسازی؟ بعضی کسا هست که مثلا یک چیز مشکنانه، بعضی کسا هست چیق میزنه مثلا نه من اصلا چیز رو نمیشکنم چون کل لوازم خانه من دوست دارم، نمیخوایم بشکنه خراب شوه چون دوباره پیدا کردن نمیتونم شکل از او دیگه. من والا نمیفهم به خدا خودم که وقت عصبانی میباشم چی آرامم میکنه؟ چی آرامش میکنه؟ دو کار آرامت میکنه. یکی که دروازه رو میده میکنی، دوم میره زیر شاور که لباس همه چیز زیر او یخ خدا میگیره. اگه زمستان هم باشه زیر او یخ میگیره. بسیار خوب. خاطری که مثلا هیچ وقت فراموشت نمیشه، همیشه به تو خوشایند است که یادت میایه در مصریالا بازی چیزی یاد کس میایم تا کمک لبخند میزنه، نه که خود دری علامه یک چیزی است. چی است اونمو که یادت میاد تنها میباشی خنده میکنی برش یا لبخند میزنی؟ خب ترین خاطره ما این است که ما و جان به هم رسیدیم، چون خیلی جنجالات دیدیم، خیلی مشکلات دیدیم و بالاخره که به هم رسیدیم. امی خوبترین و خوشترین یعنی بهترین خاطره امی است کلا دیگه. یکی ام جان و یک دخترک. بسیار خوب. حامد جان خودتان اگر بگوین یک عادت خوب یک عادت بدتان بگوین. از مرا عادت خوب انسان عادت خوب خودش گفته نمیدونه که اگر بگویم میگه که خود صفتی شد، اما عادت بد من میتونم بسیار زیاد قطار کنم، لیست بسازم که از او یکی از خاطرهای عادت بدم یعنی که فکر میکنم 3-4 بار دربارش گپ زدیم، زود عصبانی شدنم است. خب عادت خوب گفتم عادت خوبه دیگه اینا باز دیگرها باید متوجه شون. باید خودتان بگوین که از نظر خودتان عادت خوبتان چیه؟ خب در مقابل عادت بدم خواهی میگم، اما قدر که من زود عصبانی میشم، نیم ساعت یا 1 ساعت بعدش فراموش میکنم اونم عصبانی شدنه، فراموش میکنم و اونم طرفه اونم نیم ساعت پیش برای من دشمن بود، حاضر بودم که دیگه چی می کلاو پوزش یکی کنم میگم، اما اونم 1 ساعت بعد که احساس تیر میشه فکرم ذهنم که آرام میشه از این گپ میگذرم، ولو که هر گپ باشه. مثلا من تصمیم گرفته بودم نه که در این موضوعات کنم نفر نامش بگیرم، نه چون که بسیار اعصابم خراب شده بود، بسیار چون که ما و اسلام جان در سر سرک ماندن او کی یادم میایه، یکی در خانه مریم جانشان رفتیم، خانه میوند جانشان رفتیم
خانه هاشمی صاحب رفتیم، در هر جای خیر بینه دوستا شوا اونجا بودیم، چون خانه خودم هم رفته نمیدونستیم. اون وقت بسیار عصبانی بودم، حاضر بودم که برم در ویدیو بشینم همه موضوع را بگویم، کی با ما این کار کرد، چرا میکنه، به خاطر چی میکنه، کلش حتی بگویم و با ثبوت بگویم. اما پس آن که فکر ذهنم آرام شد، پیش خود بخشیدمش و همین کارا نکردم. بیا خداوند رحم کنه. اسلم جان وقتی در یوتیوب آمدی پیش از حامد جان خود در رسانه بودی؟ اما تو رسنی؟ مثلا که ازدواج کنی یا نامزاد شوی خود در رسانه فعالیت داشتی؟ نه نداشتم. نداشتی؟ خب خودتان همین سوال جواب بدین. در یوتیوب کار کردی آمدی رو آوردی، مجبوریت بود یا هم شوق؟ والا یوتیوب خود مجبوریت بود، اما سینما که پای ماندم قدم ماندم شوق بود. تا اینکه بالاخره تجربه شد و بالاخره فعلا هم سینما هم خودش مجبوریت شده برای ما. کار کردن در سینما، کار کردن در یوتیوب مجبوریت است. به نظر مردم که میایه ما یوتیوبرها بسیار زیاد، مثلا تمام یوتیوبرها مردم هم فکر میکنن که بسیار زیاد عاید میایه، ماهانه فکر کو $10,000 یا از او بیشتر یا کمتر. به نظر خودتان چطور؟ آیا همقدر عاید داره یا خیر؟ رب میگیره با فعالیت های همه یوتیوبر و رب میگیره با واشتای ما بازدید از او دیگه، شاید حتی بیشتر از او و کمترش خب زیاد است. بله. اگر خودت بخوایی از یوتیوبرها، تمام یوتیوبرها، یک یوتیوبر بخی از یوتیوب بکشی حذف کنی، کدام یوتیوبر خواهد بود؟ شاید خودم باشم. خودم از میکنم. خودت نیستی، غیر از خودت یک انتخاب کن. من دیگه باز دیگه فکر نکنم در او حد باشم که بتونم یک یوتیوبر را انتخاب بکنم و او را حذف بکنم. خب سوال است دیگه. ما فهمیدم اینم سوال است، ولو که تازه کار باشه، ولو که سابقه کار باشه، دیگه اینم صلاحیتش نداریم. نه دیگه قرار باشه که اگه صلاحیتش می داشتم بازم با کوشش میکردم که یک کار و یک وظیفه دیگه پیدا کنم و خودم حذف کنم، از دنیای ولاگینگ حذف کنم. ما اسلم جان نه شما انشالله که دیگه هم بدرخشین، انشالله فعالیتتان بسیار خوب است و انشالله که همیشه کامیاب باشین. و اما که سوالات به نظر من بس است. چطور؟ بس بعد برای یک سال آینده ما بس است. و آفرین این سوالایی که ما قرار وقت در برنامه سوالایی را از ما کسی نکرده که جوابش گفته باشیم، یعنی تعداد زیادش. شاید امرا یا تک نطاق پیش نشدین. چطور؟ یا کار میگم در برنامه خودم ما را وقتگاه سوال شد که جواب خب ببینیم دیگه. توکل به خدا. حال ما برنامه گرفتم، بعد از او حامد جان شما هم برنامه میگیره، ببینم که در او برنامه چی گلباب میتم. در آخری از حامد جان شما مثلا تمام برنامه شنیدین، یک زمزمه کوتاه از خودت بشنوید. صدایتان هم میخوایم به بیننده ها. باز خودم میگم ما واسه نیست، ما میتونیم یک دیالوگ بگویم. نه دیالوگ بگویی؟ دیالوگ تا دیدن، مثلا اکتینگ تا دیدن، اولاگ تا دیدن، برنامه تا دیدن، چیزی را که ندیدن او را میخوایم به دوستان. یعنی هدف غزل جانی است که میخواد که به خاطر آواز ما یک چند نفر، نه به خاطر آواز ما یک چند نفری را ان سابسکرایب کنه. نه علاقمندتون ماشاءالله زیاد است که پرسان. خب وقتی که این آواز ما که دوست نداشته باشن، اوی تو میخوانی، ما فکر کردیم تو بسیار خوب میخوانی. نه دیگه مطمئن هستم. سریالی که پیشروی ما بخیر ریلیز میشه، ما دو خاص آهنگ ساختیم، خاص شعر، کمپوز، آهنگ، آلاپ، با صدای دختر جدا، با صدای بچه جدا. پس اونها دیگه سکانس های شاید برابر شود که من خودم لپسینگ کنم، یا مثلا در فیلم اسلم هم تو یک لپسینگ کردیم ما که او با آواز نوید جان ندا بوده. کمی صدای اوریجینال تر بشنوم، بخیر صدای خودت باشه که هیچ کپی رایت نخوره. خب مثلا چی باید؟ یک آهنگ احمد ظاهری را بخوام، خیرم قدرم با همراهت همکاری میکنم. خب والا از امی تیر شم نمیشه. نه دیگه آخری برنامه آخری زمین ختمش میکنیم. البته دیگه کارتش چی میگن بک‌گراندش دخترم گرفته دیگه. او را گرفته خیر. صدا را فکر قدر نمیه. خیر نمیشه دیالوگ بگویم اپنی مات کپ. نه دیالوگ چی میگه مسلکتان است. خب مسلک امیر امیره که میگن مسلکش باید. نه دیگه باید یکمک از همسایه‌ام یگان چیزی یاد بگیریم. نه صحیح برم از احمد ظاهر باشه. باز آمدی ای جان من جان را اسلم طرف سایکت خنده کرد و خراب کنده. نه اسلم جان، نه اسلم جان تو نشان بدین ما تو عاشقانه طرفتان سایکت. میگه بیا تا شور میخوره، میگه شور نخو وظیفه دی نمیست که این لیست باشه. خیر
برو بس مقرر بس از دوستای عزیز. تشکر از خود خواهش حامد جان و ازلم جان که وقتتان به ما دادین. خواهش میکنم، خیلی خیلی خوش آمدین. خوش باشین، زنده باشین، سلامت باشین. کدام پیامی دارین به هموطنای عزیز ما؟ والا پیام ما همیشه پیام ما در مسیر سینما بوده. به او خاطر ما یه پیام خاص نمیگم چون خیلی تکراری شده پیام ما. امیدوار هستم همیشه خوش خندان باشین، موفق باشین و از جنجال و روزگار دور باشین. دوستای عزیز، ازلم جان مصروف دخترکش است. ما میخوایم که می خدافیزی ما در پشتو بگم به شما، به خاطر که حالی باز دوستای پشتو زبان برنامه را میبینه میگه باز چی گفتی که ما ایش نمیفهمیم، چون این مردمای پختونخوا خبرونی گوری. نو خدای دیو که تاسو بم خفه شوی نمی خیر کله کله تاسو دری یا هم فارسی خبرونی هم ګوري چې ترسو دغه جبی سره تاسو هم آشنا شي، بلدیت پیدا کړئ. ولې چې زمونږ د افغانستان فارسی یا هم دری دغه جبه ده، نو باید زده یې کړئ زما په خاطر. که څنګه حامد جانه؟ والا چقدر خوبش پشتو روان میگم. با فارسی که پشتو خوبش گپ میزنی. ما در فارسی حالی چی میگم مانده میشم یقظ مگم پشتو بیخیالت کنیم، چون ما همیشه فعالیت ما در پشتو کردیم. از خاطر در دری بسیار چی میگه کشکده گپ میزنم. بسیار مقبول پشتو صحبت میکنی. تشکر، زنده باشین. متاسفانه ما خودم پشتو رو نمیفهم که اگه بسته برنامه رو پشتو پیش میبردیم. خیر، ما امروز پشتو صحبت میکنم، شما داری گپ بزنید، ما امروز پشتو گپ میکنم. برنامه خود ما متو میکنیم ان شاء الله. ازلم جان تشکر بسیار زیاد عزیز دل. خواهش میکنم خانم، بازم بسیار زیاد خوش آمدی. خوش باشی. میبخشید که بازم در برنامه ما طرف میریم به خاطر از او اگه میفهمی کلی برنامه را میموندی هیچ گپی نبود، چون خواهش میکنم زور از زور هیچ کس نداره. نه خواهش میکنم، بازم بسیار زیاد خوش آمدی عزیز. خالی یک وعده که از اون یک دانه برنامه پیدا میکنم. صحیح است، پیدا میکنم. خیر اوکی دوستان، این شما شاید باشه از اون یک دانه پیدا میکنه. از اونمو که چی است او ازلم جان میفهمه. نه خب تشکر، بازم زنده باشین، سلامت باشین و تشکر از مهمان نوازیتان. زحمتتان میبخشید. خواهش میکنم. ان شاء الله که ما و شما باشیم، بازم هستیم در برنامه و چیزی که در پیشروی است او را دیگه باشه در برنامه خودتان باز یادآوری میکنیم که باز آمدنی هستم اینجا. خلاصی دارین چی میگم؟ خوش من هر وقت خلاصی ندارین از پیش ما مترس. والا خوش من خانه خودتان است، هر وقت بین جای خوشی است. نه خانه خودم نیست، ولی بل برق سرم بتن باز چی کنم؟ ما اینجا بل برق نداریم تشنک. نداریم؟ نه سولار است. سولار جدی؟ برو باز خوب است کرای خانه را نتین سر. ګران کتونکو دا د نن خبرونه چې مې تاسو ته وړاندې کړله، هر چېرته چې هستئ ښاد خوشحاله او کامیاب اوسئ. الله مو مل چې ښه وختونه او ښې چارې